سلام دوستان عزیز، خداوند گربان تو باشه. فقط اگر امکانیت باشه کسی بدونه در همین کامنتری بنویسه من در کدام شهرم، یا که گفتیم یا مطلب بود که من یک جا پیدا شدم و گپ قابل ننویسه بچه‌ای روش. الحمدلله یک چی به دوستان مهربان، خبری خوش، سورپریز و اکسیای کلان روز 11 شب 11 میشه 12 میدره پرواز داریم به حج عمره. انشالله به حج عمره پرواز داریم. نرخ را تماما کپی کردیم. با خوراک $1750 1900 بود، $1750 به خوراک $1500. جوک هم است زنگ بزنی. اینا من از خشی و از خوشبختی ما گفته هستم شما را. خیلی گرکنی چی میگن دمو گلزارهای خلاصه زنگ بزنید دوستان. جوک هم است. من ویدیو کوتاه هست الله شاید فقط به خاطر این زمزم بودمش. زنگ بزنید دوستان عزیز. خورد و خوراک کدمیک به $1750 میره. خورد و خوراک، جای خواب، ویزا همش در درنش میدره. اگر کدمی 1500 همش میدره، فقط خورد و خوراک نیست. زنگ بزنید. جوک هم است انشالله. شاید که خدمم قطعیتون برم. خداوند ایفتان کنه دعاگو باشه. براش چی میگه خرسندیم در سفریم دعاگو باشه انشالله. فقط کسی خواهش میکنم بتونه بنویسه که در اگه جایم در کدام شهرم، کدومیت که میدونه ننویسه. فقط از ابونتیام ای دوستام ای برادران مهربانم میخوام بدونن که در اگه جایم. خداوند همه ما رو برای راست هدایت کنه. همه تا به خاطر الله دوست میدارم. الحمدلله الحمدلله الحمدلله. شکرانه کنه. اگر آدم صبر کنه انشالله همه چیز میگذشته است. الحمدلله. یک بارگه الحمدلله. باز یک بارگه الحمدلله. خداوند همه ما را برای راست هدایت کنه. پروردگار تمام مردم مسلمان برای راست هدایت کنه، خصوصا مردم تاجیک خودمان سربلند هم وقت نگاه داره. پروردگار و احد و صمد دعا میکنم در این بیگاه جمعه که این یهودای بدبخت از تار سری مسلمان ها خصوصا مردم فلسطین دور کنه. الله شاید که ما در جای خرسندیم، خوشبختی زندگی داریم و یا حتی نماز خودشون درست خونده نمیتونن. با هم خاطر شکرانه او بده کنی. وقتی که مسجدها کشاده هن، یا وقتی حاجی میرزا را گوش میکردم میگم مسجدها کشاده هن الحمدلله بگی، نماز هست الحمدلله بگی. با هم خاطر شکرانه کنی که آزادانه نماز میخونین، هیچ که کارمون نداره. دعاگو باشه. خواهش میکنم ویدیو را پهن کنید دوستان مهربان. کسی حج راه که زنگ بزنه. این همین 11 شبش ان شاء الله میپریم. بلیتو برانی روز کردگی ان. خداوند نگهدار. با پیش. سلام علیکم.